سلام، خوش آمدید به ویدیو من. میخوام موضوع آمونگاس رو بهتون معرفی کنم. ببین وقتی میخوایم نپ بسازیم بریم اینجا. خب اینجا میرین، بعدش اون کلیکی رو میزنیم، بعدش این داخل اون سفینه، بعد اون کلیک رو بذارین که کسی بیان داخل نپتون. ببینین بهتر که نو بزنین. مثلا من میخوام اون یکی بزنم، بس میرم نو تنظیم میکنم، به جاش اون تنظیم میکنم بالایی که الان تنظیم کنم. اینجا خب اینا میکنم، اینا تا 15 میشه بود. این شما میخواین این کار کنین بکنین، هر کاری که میخواین دلتون میخواد بکنین. من همه کلیک ها میزنم، مثلا همه شونو، مثل اگه هر چی باشه مثلا اون بالایی ها میزنم. اون کلیک هایی که بالا هن ما یک و ما بهش اینجا میکنین که من میزنم. حالا میرم داخل اون کلیک ها میزنم، بعدش تا آخر میرسونم همشونو. این که بهتره که برسونم به خیلی بالا. این یکی بهترین چیز دنیاست. میتونی اصلا شو داخل نقشه ببینی. خب میرم داخل این که همش بهتره که اینکه USB باشه، مثل اینکه سی باشه بهتره. میتونین بفهمین بفهمین که مورد است 60 ها. خب من اینجا صبر میکنم که کسی بیاد که صبر کنم. اینو اونجا من داخل نپم من انداخت بیرون و من اول انداختمش بیرون و من رفتم بیرون. بعد خب من صبر کنم که همه بیان. خب منم چیم سرگروه بازیم. خب حالا چه نفر داخل بازیم؟ 6 نفر. خب حالا این نفر زودتر بیان. خب این که اومد. سه تا دیگه بیان دیگه بازی شروع میکنم. یکی دو تا اگه برای یکی صفرش بیان. نه دو. خب حالا بازی رو شروع میکنم. ای بایی دیگه هم رفتش بیان، خودش کار نده میره دیگه. خب بازی الان شروع. من اون کی میزنم. حالا من کرومیت شدم، همیشه کرومیت میشم. کرومیت اون تست اینجا میدارم.
بابا اصلا نذاشت ما تسک اونو بکنیم که نمیگم. نه بچه همه من بیرون 3 نفر رفتم بیرون. پیم دارم 4 3 2 1. دو نفر پایین، 2 نفر بالا، 1 نفر اون پایین. یه نمی‌بینم. حالا من میرم تسکم انجام بدم. خب تسکم اونجاست. تسکم انجام دادم. حالا اون تسک بعدی. خب با همه باختیم. خب شما میتونید اینجوری کنید. مثلا کسی اون کار کنیم، مثلا نفت بسازین میذارین اون پایینی. خب نه 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 آخه بس نشد. خب اولی بزنم. دوست داشتم قرمز بشه ولی نشد. همیشه دوست داشتم قرمز بشم ولی قرمز میشدم. الان دیگه قرمز خیلی دور. قرمز باسته شده. همیشه دوستان خودم باسته بشم. اینجا تسک سوشیش اینجا تسک نیست. این بار رفتن که او نیست. این که رفتن اینجا بکنم. این تسک اونجاست. من شدارم بینیم بهتره که داخل لوله دیگه نریم وقتی که اونجا سبزه. مثل سبزه اگه داخل سبزه باشین داخل لوله بریم دیگه لوله اینا بخته این پسر شما میگه میکشه. خیلی یه تسک دیگه هست. یه تسک فقط اونجاست.
اینجاست، اینجا پوستر اینجاست. میتونم یه تاسک میدم و تاسک الانم دیگه تموم شد. کم مونده میشه مونده و قرمز میشه. نه این چه بسره این پاسه اینجا این پاسه. خب نباید میرفتم بیرون. فکرم پاسه من نزدیکم بود، فقط نمیدونم با چی من میگوشه الان. سه تا برام موند. دو، یک و صفر و بردم. پس این چیز دنیا. خب اگه ویدیو من دوست داشتین منو لایک و سابسکرایب کنین و خدا حافظ.